şey çok güzel. Doktor çok güzel işlere bana yaptı. Yüzüm çok güzel olmuş. Şu anda çok memnunum sizde. سلام، فرزانه هستم. از ایران اومدم برای جراحی رینوپلاستی. با هلدینگ هرسین گروپ آشنا شدم و به شهر زیبای استانبول اومدم. اولش خیلی استرس داشتم برای اینکه بخوام این جراحی رو آیا تو کشوری که زبان مادری من نیست انجام بدم یا نه. اما با هلدینگ که آشنا شدم خیلی خوشحالم از اینکه همه جوره راهنماییم کردم، مشاورهای خیلی خوبی بهم دادن با آشنایی پزشکی که پیدا کردم و در عین حال شرایط اقامتی که توی این کشور داشته باشم و مسائلی که حالا دیگه خودتون میدونید چقدر برای رفتن به یک کشور غریب سخته. خیلی برام راحت، اصلا باور نکردنی بود، چون که برام یه مترجم فارس گذاشتن. جالبه که توی علم پزشکی وقتی با یه دکتر هستی باید انقدر راحت مشکلاتش رو بیان بکنی که دکتر بدونه که با شما باید چه مراحلی داشته باشه. ولی چون برام مترجم گذاشتم من هیچ مشکلی در مورد صحبت کردن نداشتم. موضوع مهمی که خیلی برام مهم بود، توی فرودگاه اومدن دنبالم، توی بیمارستان خیلی ازم پذیرایی شد و جالبه که بدونی 24 ساعته در کنارم بودم و اینجا 2-3 روز بودم. توی همین 2-3 روز خیلی ازم پذیرایی شد، راضی بودم. واقعا من فکر کردم اینجا خونه خودمه، خیلی راحت بودم. میخوام بهتون توصیه کنم اگه واقعا قصد انجام دادن عمل جراحی رو دارید و تحقیق میخواید بکنید در مورد اینکه به کجا اعتماد بکنید، من همه تحقیقاتش رو انجام دادم. تشریف بیارید اینجا، از این هلدینگ واقعا رضایت کامل رو بهتون میدن، مطمئن باشید. هم یه زیارت هم سیاحت، همشون با هم دیگه. بعد یه خوشگلاسیون خیلی قشنگ انجام میدید و برمیگردید ایران. من راضی بودم واقعا از کارشون. بهتون حتما این توصیه رو میکنم که حتما به کشور ترکیه استانبول بیاید، از این هلدینگ استفاده کنید. بهترین ها رو ارائه میدم بهتون. بعد از اونجایی که میدونی من خیلی خوشگلم و زیبایی صورتم برام خیلی مهمه، ببین چقدر نازتر شدم. 20 سال سنم آورد پایین. حدس میزنین سنم چنده خدایی؟ چند بود چند شد؟ این خیلی مهمه. قلب خوشگلم تقدیم به پرسترینی که اون همه به محبت کردم با قلب مهربونشون. Health and Glow.